نظرم با چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز قرار بالاخره برم ناخونامو درست کنم. این وضعیت ناخونای منه که افتضاح شدن. بلند نگاه کنید. قرار دیگه امروز برم درستش کنم. دیدین که اصلا برق نیست و من با چه وضعیتی نسکافه درست کردم و دیگه آماده شم که یه ساعت دیگه اونجا باید باشم. قبل از آرایش ضد آفتاب صورتمو با تونر خوب تمیز میکنم. طبق معمول قرار خودمون رو رژگونه بارون کنیم. خب من الان میکاپمو انجام دادم. میمونه لباس که میخوام این شلوار سرمه رو بپوشم با یه شمیز سفید. خب من آماده شدم. میمونه فکر کنم باز داره دیرم میشه. خب ساعت دیگه با اونجا باشم. اوکی. الان اسنپ میگیرم. برقم هنوز نیومده. این دستبندامو خیلی دوستشون دارم. دستخط مامان بابامه. خیلی برام عزیزن و دوستشون دارم. دیگه اینا رو میزنم. باورم نمیشه. طبقه 3 و آسانسور خرابه. رأس ساعتی که نوبتم بود رسیدم، اما یه نفر جلوم بود و مجبور شدم نیم ساعت منتظر بمونم. اینم قبل ناخونم و بالاخره نوبتم شد. با یه رنگی زدم که عاشقشم. دادا من عاشق رنگای نودم و اینم یه انتخاب خوب برای من. بچه من اینو خوندم، خیلی قشنگ بود. جلد 2 این بود. الان جلد 3 شو میخوام بخرم. داشتم بگیرم چون کمه. این دوتاشون و این دوتا جلد آخرشو دیگه با هم دیگه میخوام بگیرم. رفتم از این بازی هستن که با نگینن مثلا عکس رو کامل کنی، رفتم از اونا بخرم. تموم کردی. حالا عکسشو بذارم اینجا که بدونین منظورم از کدوم هست. دیگه این چند روز تعطیلی تصمیم گرفتم کتاب بخونم. چطوری ناخونمو درست کردم. خیلی دوستشون دارم. رنگشون خیلی گوگوله. این قشنگ رنگ مورد علاقمه. یعنی من وقتی از بیرون اومدم همون رو رفتم تو حمام دوش گرفتم. انقدر که هوا گرم و اصلا وحشتناک. و رفته بودم شهر کتاب برای اینکه از این چیزا بخرم. نداشت. اون که بود بهتون گفتم عکسشو میذارم. بالاخره پیدا کردم. اتفاقی پیاده داشتم میومدم، بعد دیدم یه نوشت افزاری داشت دیگه، خریدمش. الان میخوام با هم درستش کنیم و اینکه میخوام یه فیلم نوستالژی، کاملا نوستالژی بذارم همراهش و دیگه کمی چیل کنیم.
اونو بیخیال. نه ها فکر نکنیم این نظرم از امری انجام دادم. نه من واقعا به شل دستی معروفم. اینم هست. بریم درستش کنیم. من عاشق این فیلمم. فکر کنم تا الان چند بار از اول تا آخر دیدمش. فکر کنم 3-4 باری میشه. بماند که تیکه تیکه هم ببینم. ببینید حدس میزنید چه فیلمی باشه. مدرسه شبانه روزی. چیکار کنم؟ جواب بده. بدتره. خب چرا این کارو نمی‌کنی؟ باشگاه 1 ساعت به تأخیر افتاد. تصمیم گرفتم بشینم کتاب خدمتکار رو بخونم. عاشقتم تو بدونی رو